امارت اسلامی یک مدیریت بسیار قوی آمدن، هم خونریزی نشدن، هم یک پیامد بسیار خوبی در افغانستان بودن که امروز شما میبینین که یک حکومت اسلامی نایاب ما داریم و یک امر داریم و تحت قیادت یک امر افغانستان میچله. یعنی در یک امیر. حالا ما یک قماندان بودیم، یک وقت اینجا معینیت بودیم، باز معینیت رفتیم قماندان شدیم، باز قماندان همی یک حکم امیرالمومنین صاحب، پس دوباره آمدیم با ولایت ولی شدیم. شاید صبح یک فرمان دیگه بیاین دیگه طرف بیان. یعنی یک پیامد بسیار خوبی به مردم افغانستان ای بودن که الحمدلله نه تنها در لحاظ سیاسی هم اقتصادی کدام مشکلی نشدن، کدام خساره نشدن، کدام گپی نشدن و هم ایتو هرج مرجی بسیار نشدن و فعلا از لحاظ سیاسی از لحاظ اقتصادی الحمدلله ما خوب میبینیم.